أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الإسلام غريبا، الإسلام غريب آغاز شد وسيعود غريبا، وپس دوباره بازگشت به غربت میکنه. کما بدأ قسمی که آغاز شد فطوبى للغرباء، خوش به حال غربا. قیل و گفته شد و من الغرباء یا رسول الله، که غربا کیسن ای رسول صلی الله علیه وسلم؟ گفت رسول صلی الله علیه وسلم الذين يصلحون اذا فسد الناس، کسایی که اصلاح میکنن. الذين يصلحون اذا فسد الناس، این یصلحون آمده، یعنی کسایی که صلاح پیدا میکنن در حالی که مردم همگی به فساد چی شدن، مبتلا شدن. اینا مردمای صالح هستند در میانشون. در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه وسلم درباره غربت همی است. اول غربت از نگاه زبانی معنی چی است؟ که غربت کیست؟ مثل یک شخص مسافر، در زبان عربی در مسافر غریب میگن. یعنی غریب به این معنی که نفر از یک جای مثلا از یک منطقه بیرون، مثلا از کسی از افغانستان میاد در اسلام آباد و لاهور در اینجا مسکن گزین میشه، نه با زبان آشنا است، با هیچ مطلقاً آشنا نیست. این بنام غریب میگن. غریب به این خاطر میگن که مطلقاً اونس گرفته نمیتونه، در اونس چی نیست، با هر چیز ناشناست، هر چیز برش اجنبی است، هم زبان هم قوم، هر چیز برش. یعنی غریب این دلالت به غربت میکنه که انسان در زندگی میکنه، احساس غربت میکنه، احساس وحشت به این میکنه که این کسا با من نیستن، از نگاه زبان مثلا با من نیستن. اما در اصل در دین وقتی که ما میگم غربت، یعنی غربت در دین معنیش به این است که انسان در زندگی میکنه، یا همگی مردم، اکثر مردم فاسد هستند و کسایی هستند به چیزی که با قرآن و سنت متمسک نیستن. در اینجا مردمای پیدا میشن با قرآن و سنت متمسک میشن، فانگوش شمار میباشن. اینا غربا هستند، ولو که در بین اهل و قوم و خانواده خودم باشن، ولو در بین کسایی باشن، در میان کسایی زندگی کنن که اونا با زبان دی نطق میکنن، هم زبانش هستند. هم نگاه در این منطقه اینا متنزیز کردن در بین خانواده خود، اما در میان خانواده خود غریب است. به این خاطر غریب به است به چیزی که متمسک است قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، دیگه مردم متمسک نیستند. اسلام که اول غریب آغاز به این بود که مردم کم اندک بدونی. اول رسول صلی الله علیه و سلم بعد اندک مردم 3 نفر 4 نفر 5 نفر به می شکل، در حالی که همه جامعه مکه که بود جامعه بود که آلوده با شرک و با فساد و با فجور و با همه چیز بود. ببین که رسول صلی الله علیه و سلم با افراد اندک و اینا کسایی بودن در جامعه خود غریب بودن، همه مردم با اینا مخالفت بودن، کارهایی که اینا میکردن همه ادارت به مخالفت با این مردم میکرد، مردم اجازه عادت نداشتن با این مسائل. از خاطر ببینیم که قرآن کریم به اشاره میکنه در جای مختلف، خاصی خود به خدا به این میکنه که اسلام همیشه که غریب آغاز شد یک چند نفره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که روز فرا میرسه، خب اول اسلام غریب آغاز شد، چند نفره بودن. همیشه که دایره اسلام در مکه وسیع میشه، حتی در وقت دعوت مرحله مکی اسلام بعضی جاها میرسه، در داخل عرب میرسه. همیشه که ببینین که باز رسول صلی الله علیه و سلم هجرت میکنه، در مدینه اینجا نظام تشکیل میشه، اسلام از غربت بیرون میشه است. اسلام شکل به خود شکل منطقه‌ای و شکل جهانی رو به خود میگیره. اما امروز که ما شما زندگی میکنیم، امروز که جایی که مشاهده زیست میکنیم، در ظاهر همگی مسلمان هستن، همگی مدعی به هستن که ما متمسک به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم هستند، در حالی که متمسکین اصلی به الله و رسول صلی الله علیه و سلم کس اونا مردم غریب هستند، در غربت زندگی میکنن، مطلقاً در غربت هستند. یعنی وقتی که اینا چیزایی رو مطرح میکنن مردم با اینا مخالفت میکنن، همه چیز اینا با مردم با اینا مخالفت میکنن. در اینجا رسول صلی الله علیه و سلم در جای دیگه میگه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، خوشا به حال غربا. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ غرباء کی هستند یا رسول الله؟ قال الذين يزيدون اذا نقص الناس. یزیدون یعنی به ایمانه که اینا در ایمانشان، در علمشان، در معرفت تقوایشان روزانه اضافه میشن، در حالی که امی عناصر کس در طرف مقابل روزانه از او کاسته میشه، کم نمیشه. یزیدون اذا نقص الناس، این در حالی که مردم از این عناصر کس در مردم کم نمیره، علمشان، معرفتشان، شناختشان با الله عز وجل، معرفتشان به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حالی که طرف مقابل غربا که هستن اینا از همه چیز، از سلوک، از ایمان، از علم و تقوا، روز به روز چی میشه؟ الله عز وجل به این چیزایی زیاد میافزه الله عز وجل. در حدیث دیگه که همش روایت میکنه رسول صلی الله علیه و سلم میگه قال رسول ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام غریب آغاز شد و سيعود غریبا کما بدأ، باز دوباره غریب بازگشت میکنه، اسلام غریب میشه، اسلام مثل فطوبى للغرباء، خوشا به حال غربا.
قیل و من الغرباء، گفتن که من الغرباء، غرباء کیستن یا رسول صلی الله علیه وسلم؟ قال النزاع من القبائل، اینان افراد نزاع است. افراد نزاع از قبایل به این معنی که از هر قبیله مثلا افراد جمع شدن، 5 نفر از او قبیله، 10 نفر از او قبیله، 8 نفر از او قبیله، 9 نفر، همه در یک جا اینا کی هستن؟ نزاع من القبائل هستن. 5 نفر 6 نفر اینا غربا هستن. یعنی به این معنی کسایی هستن که با چیزی که قبایلشان به او متمسک است، با او عادت گرفت، اینا مخالفت کردن. به این معنی که وقتی که چون اسلام از مخالفت با هوا و نفس و خواهشات است، اینا متمسک به قرآنشان در حالی که قبیلشان از اسلام تا به حال هم دور است. پس در اینجا ما شما پیدا میکنیم 5 نفر عمران ما شما رو مشاهده میکنیم. در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و آله، به این خاطر برادران میگم که در میدان دعوت که انسان باید صبرش کفایی داشته باشه و بزرگترین دستاویز امامی از قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم است و بزرگترین مژده برای ما است، یعنی سند پیروزی و کامیابی که ما شما در این متمسک شیم و این را کس حتما این ما را به جنت میبره، راه موصول به جنت است، به جنت حتما منتهی میشه. این به این وجه که ما در این مطلقا شک نداریم به این چیز، این که ما اختیار کردیم این راه حتما به جنت راه است که حتما به جنت چی میشه موصول میشه میره. خود صرف این مسئولیت ما است که آیا ما در این راه گام میمانیم یا نمیمانیم، مشکل ما است. آیا ما این راه به میرای مستقیمی که ما اختیار کردیم واقعا ما را این توفیق ما پیدا میکنیم که به این راه گام بمانیم، یعنی اینی که مثلا ما منحرف شیم. اما به این شک نیست که این راه کس در این راه مطلقا شک نیست که راه موصل به چی از الله عز وجل و رضوان الله عز وجل. ببینید در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و میگه و فی حدیث عبدالله ابن عمرو قال، در حدیث عبدالله ابن عمرو قال النبي صلی الله علیه و سلم ذات یوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و نحن عنده و در حالی که ما در نزدش بودیم، طوبى للغرباء، خوشا به حال غربا. قیل و من الغرباء، گفتش یا رسول الله غربا کی هستن؟ قال ناس صالحون قلیل فی ناس کثیر، مردمای صالح اندک کم در میان مردمای فی ناس کثیر، در مردمای خیلی زیاد. یک جمع بسیار کلان از مردم است، این مردم غربا کسی اینا مردمای اندک می باشند داره. من یعصیهم، کسایی که نافرمانی از این مردم میکنه، این غربا را میکنه، اکثر ممن یطیعهم، اونا بیشتر از کسایی که از اینا اطاعت میکنه. این خود به خود برای مسلمان یک تصادف هستن برای ما یک مجده هست. یعنی بیمونه که دیرا ما شما چی کنیم؟ رای که اختیار شده، رای که ما شما الحمدلله اختیار کردیم کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، دیرا ما شما گام می‌نیم و اکثر کسایی که با ما مخالفت میکنن ما مردمای زیاد میرسن. اما کسایی که از ما اطاعت میکنن میگن از این غربا اطاعت میکنن که الله جل ما شما در میان از غربا قرار بده. اینا کسایی هستن که مردم اندک میباشن. قال احمد، حديث امام احمد است، ان احب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم میگه ان احب شيء الى الله الغرباء، دوست داشتنی ترین محبوب ترین چیز از الله عز وجل غربا هست. قیل و من الغرباء، گفته شد که غربا کی هست یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قال الفرارون بدینهم، کسایی که به خاطر دین خود فرار میکنن. فرارون این اکثر فرار میکنن از دین، به خاطر دین خود، یعنی به خاطر دین از یک منطقه دیگه فرار میکنن. به این خاطر تا به این باشه که اینا نگهبان به خاطر که دین خود بتونن درست نگهداری کنن. خب اینا به این شکل ادامه پیدا میکنن، همین پروسه ادامه پیدا میکنه. یجتمعون الی عیسی ابن مریم، اینا کسایی هستند که در اخیر در نزد عیسی ابن مریم جمع میشوند، یوم در روز قیامت در نزد عیسی ابن مریم جمع میشن. بخاطر عیسی ابن مریم هم که بود غریب بود در میان، هر نبی در میان قوم خود در اوایل غریب بود و عیسی علیه السلام تا به آخر غریب بود در میان قوم خود. پس خود به خود دارد به این میکنه که چی است، این پروسه میشه ادامه داره به این شکل غربا که هستن و در آخر با چی با عیسی ابن مریم جمع میشه. در حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله که درباره طایفه منصوره میگه که اینا کسایی هستند که در حالت جنگ هستند، قتال، و آخرشان که با عیسی علیه السلام یک جشن علیه دجال میجنگه. در حدیث دیگه رسول الله است که بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدا فتوبى الغرباء. قیل و من الغرباء، غرباء کیا هستند یا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي، کسایی که سنت مرا زنده میکنن و يعلمونها الناس، و برای مردم را تعلیم میدن. دیگه دو تحقیق نشستن تنها سنت به خود انداختن و يعلمونها الناس. در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم است که وقال نافع میگه از مالک روایت میکنه دخل عمر بن الخطاب المسجد، عمر بن الخطاب مسجد داخل شد، فوجد معاذ بن جبل جالسا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، دید که معاذ بن جبل تکیه کرده باشی و
خانه رسول صلى الله عليه وسلم، يعني بديوار خانه، وهو يبكي دلالك قريمه كان معاذ بن جبل رضي الله عنه. فقال له عمر ما يبكيك يا ابا عبد الرحمن؟ قلت تيجي ترميك يعني يا ابا عبد الرحمن، حلك اخوك اي برادر وفات كذا؟ قال لا. قلنا خير، ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث قف ما تسمي انا كي حبيب ما حديث قفته صلى الله عليه وسلم مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا في هذا المدى رأيك ما ادري منزل بودن. فقال ما هو؟ عمر بن الخطاب ميجي هو حديث شيء اسكي الرسول صلى الله عليه وسلم قفته. قال قف ان الله يحب، الله عز وجل دوسرا الاخفياء جمع خفي، يعني كسك مردم بانو درست نمشناسن مردم باو شناق ندارن. في بعض الرسول صلى الله عليه وسلم میکنن چی نو شناق باشه. الاحفیاء حفیر میگن، حفی کسر میگن که خیلی انسان زودتر اونش میگیره و خیلی انسان نیکوکار است. الاتقیاء مردمای تقی، الابریاء مردمای پاکیزه. خب اینا رسول الله صلی الله علیه و آله الذين اذا غابوا لم يفتقدوا، کسایی که وقتی که حاضر نمیشون لم يفتقدوا، کس در جسلوشن کس نمیبره که اینا کیا هستن. یعنی مردم هستن که در جامعه قدر و قیمت ندارن، اگر در مجلسی، در منطقه، در جای مثلا غایب شدن کس در جسلوشن نمیبره. و اذا حضروا لم يرق، وقت در مدرس حاضر میشن و شناخته نمیشون. قلوبهم مصابیح الهدى، در حالی که قلبهایشان است چراغهای هدایت است. يخرجون من كل فتنة حمياء مظلمة، اینا از هر فتنه کور تاریک بیرون میشن. یعنی فتنه وقتی که الله اینا رو نجات میده، از فتنه اینا رو نجات میده. بس نامی صفات دارن که مردم تقی هستن، مردم هستن که انسان با اینا اونس گرفته میتونه. دیگه مردم تقی و مردم پاکیزه هستن، اما در جامعه کس حیثیت ندارن. چون جامعه کس هم جامعه مادی میباشه، مردم یک دیگه روانشون نشده دیگه روان هستن. اینجا باز ابن قیم رحمه الله میگه فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. پس اینا هم غربای هستن که در قرآن کریم مدح شدن، ممدوحون هستن در سنت رسول صلی الله علیه و سلم. مغبوطون اینا کسایی هستن که در وقت روز قیامت مردم به اینا خبته میکنن که ای کاش ما همتر منازل می داشتیم، ای کاش ما در حالت اینا قرار می داشتیم که به همچه درجات عالیه و منازل رفیع است در قیامت می رسیدیم. ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، و چون بسیار کم هستن از خاطر اینا غربا نامیده شدن. فان اکثر الناس على غیر هذه الصفات، بدون شک اکثر مردم که هستن هذه صفات برخوردار نیستن، هذه صفات که ندارن. فاهل الاسلام في الناس غرباء. ببین آل جالب است ابن قیم رحمه الله وقتی شرح میکنه ایران چقدر شرح زیبا میکنه. ببینید فاهل الاسلام في الناس غرباء، مسلمانان در میان همه امتها کس غریب هستند. مثلا ما شما رو میبینیم که مسلمان ها به شکل عام همه مسلمان ها رو بگیریم، در میان همه مردم ها غریب هستند، در غربت هستند. و اهل السنة الذي يميزونها من الاهواء والبدع فهم غرباء. و در میان مسلمان ها که هستند و اهل العلم في المؤمنين غرباء، و مردمای صاحبای علم که هستند دانشمندا و فقها و محدثین اینا در میان مؤمنان باز غربا هستند. دیگه غربا همه مسلمان ها هست. اهل علم در میان مؤمنین غربا هستند. سید و اهل السنة فهم غربا، باز اهل سنت در میان اهل علم که اینا غربا هستند در مقابل اهل بدعت و اهل خرافات است. والداعون الیها، و کسایی که دعوت میکنن به چی؟ به سنت رسول صلی الله علیه و سلم. الصابرون على اذى المخالفین، کسایی که صبر میکنن شکیبایی میکنن به اذیت که به اینا میرسه. هم اشد هؤلاء غربا، اونا غربت اهل سنت کنم سخت است، بخاطر خیلی مردم از اهل سنت است، اما کسایی که به سنت دعوت میکنن، کسایی که متمسک به الله و رسول میشن، اونا باز در میان اینا غریب هستند. ولكن هؤلاء هم اهل الله حقا، اما بدون شک امینا که هستند اینا اهل الله هستند. فلا غربت علیهم، اینا مطلقا غربت را احساس نمیکنن، بخاطر غربت از نگاه دنیوی غریب هستند، اینا اهل الله عز وجل هستند. قرآن بشر میگه الذين قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سوره نام اکثر شانزه است. قرآن میگه که وإن تطع أكثر من في الأرض، اگر تو اکثر مردمانی که در روی زمین هستند پیروی کنی و اطاعت کنی، يضلوك عن سبيل الله، در راه الله عز وجل گمراه میسازن. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله، پس اینا غرباء هستند. فالغربة غربة أهل الله وأهل السنة ورسوله بين هذا الخلق. وإن غربتي اسكي ابن قيم رحمه الله التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، كأهل الرسول صلى الله عليه وسلم مدح كذا.
در آخر باز میگه که وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان. و این چیز جالب است. ابن قیم اشاره میکنه که غربت کس احتمال در یک جای باشه در جایی نباشه. مثلا شما احتمال در یک جای سنت کس الحمدلله اکثر مردم در منطقه متمسک میباشن. فازی منطقه که بیرون میشی در احساس غربت مثلا میکنی. وقت دون وقت در وقت غربت باشه در یک جای، در وقت مثلا غربت نباشه در یک منطقه مثلا. و بین قوم دون قوم، و در میان قوم غربت باشه احساس کنی و احساس غربت کنی که مردم به اسلام متمسک نیستن. اما در شاید در دنیا من مردم شاید باشه در قوم باشه که بری همگی متمسک به اسلام باشه اکثرش و در اونجا احساس غربت نکنی. خب پس اینا کس اهل غربت کس، اینا اهل الله هستن. چرا؟ فانهم لم يأووا الى غير الله. اینا کسایی هستن که بغیر الله عز وجل پناه نبردن، فقط پناه الله عز وجل بردن. ولم ينتصبوا الى غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وغير الرسول صلى الله عليه وسلم انتصاب نکردن، انتماء و گرایش نکردن، فقط انتصاب بکی کردن به رسول صلی الله علیه وسلم. ولم يدعوا الى غير ما جاء به، و بجز سنت به چیز دیگه دعوت نکردن. و هم الذين فارقوا الناس، اونا کسایی بودن که از مردم دوری کردن، از مردم جدایی کردن. احوج ما كانوا الیهم، در حالی که خیلی به این به امرای مردم خیلی محتاج بودن. امروز اینا مشاهده میشه کسایی که اهل غربت است. فاذا انطلق الناس يوم القيامه، و در روز قیامت وقتی که مردم رهسپار میشن مع الهتهم با الهه ساختگی و خدایان ساختگی خود، بقوا فی مکانهم، اهل غربت در جای خود استاد میشن. فقال لهم برشان گفته میشه الا تنطلقون حيث انطلق الناس، ای شما رهسپار نمیشن در حالی که همه مردم رهسپار شدن با این الهه خود. فیقولون میگوین فارقنا الناس، ما این مردم در روز در دنیا از اینا جدا شدیم. و نحن احوج الیهم من اليوم، و امروز بی جدایی سختر محتاج هستیم. و انا ننتظر ربنا، و ما منتظر رب خود هستیم، الذي كنا نعبد، رب لك ما عبادت میکردیم. باز ابن قیم رحمه الله به اشاره میکنه که غربت است که اصلا غربت دنیوی است، اما در حالی که اینا این مردم که مردم اهل الله هستند، با اینکه اکثر مردم با اینا مخالفت میکنن و اکثر مردم چی میکنن؟ از اینا فرار میکنن. در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم درباره غربا میگه رب اشعث اغبر، رسول صلی الله علیه و سلم میگه که شاید شخصی باشه که مثلا با اشعث اغبر نه که موی جولیده داشته باشه و از نگاه مثلا ظاهر آدمی چی نباشه، مثلا که در جامعه مثلا کسی بپذیره غبار آلود. ذی تمرین دارد به این میگونه که لباسش هم مطلقاً کسی باشه که انسان فقیر باشه، لباس کنی و تن داشته باشه، موی جلده داشته باشه، غبارآلود باشه، لا یؤبه له، مطلقاً به او اعتنا صورت نمیگیره. لو اقسم علی الله لابره، این کسی اگر قسم بخوره به الله عز وجل، به الله عز وجل قسمش چی میکنه؟ قسمش راست به این میگه مثلا قسم بخوره که الله عز وجل بیکار نمیکنه، الله عز وجل بیکار نمیکنه برای لا یؤبه، به او اعتنا مطلقاً در مجالس گپا صورت نمیگیره. بعد در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم میگه الا اخبركم عن ملوك اهل الجنه، ما شما از پادشاه اهل جنت با خبر بسازم؟ رسول الله میگه قالوا بلا، گفتن چرا نیا؟ قال كل ضعيف اغبر، هر انسان ضعیف غبار آلود ذی تمرین که لباس کنی و بطن داره، لا یبلغ بیتنا صورت نمی لو اقسم الله الا بره. وقال الحسن البصري رحمه الله میگه المؤمن في الدنيا كالغريب، مؤمن در دنیا مثل غریب است، لا يجزأ من ظلها، از ذلت دنیا هیچ وقت ذوفازه نمیکنه، ولا ينافس في عزها، در عزت دنیا با کسی مسابقه نمیکنه. للناس حال، مردم میگه حال دارن وله حال، و او حالت دیگه دارن. الناس منه في راحه، مردم از راحت هستن، و هو من نفسه متدرک، در نفس خود چی است؟ از نفس خود در تعب و در چی است؟ در خستگی است. بخاطر غریب است، میخواد انسان مسافر در یک منطقه داخل میشه، مطلقاً تمام به دنیا مردم نمیکنه. مسافر در جای منطقه داخل شد، برای 4-5 روز میخواد کار خود انجام بده، از منطقه پس دوباره بیرون شه، و بخاطر اینکه قلب متعلق با جای دیگه هست، وقتی که داخل میشه نه به عزت از مردم کار داره، نه به ذلتشان. هیچ مطلقاً نه مسابقه برپا میکنه در عزت با این عزت دینوی، نه در ذلت جزا و فضا میکنه، فقط کار خودت میکنه پس بیرون میشه. انسان مومن امتحانات میداشته باشه من غریب، فقط این چیزی که مکلفات ادا میکنه حضور از این منطقه چی میشه بیرون میشه. و من صفات هؤلاء الغرباء، و صفات از غرباء چی است که رسول صلی الله علیه و سلم میگه
التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس. تمسك بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقت که مردم از سنت دوری میکنن، از سنت رغبت پیدا نمیکنن، دور میشن از سنت. وترك ما احدثوه وان كان هو المعروف عندهم. همچنین گذاشتن او کارهایی که با اینکه مردم او عادت گرفتن و مخالف با سنت است اینو میگذارن. سه وتجريد التوحيد وان انكر ذلك اكثر الناس. تجريد التوحيد به این معنی که خاص توحید به الله عز وجل، اگه چی که مردم با این مخالفت کنن، مردم توحید توحید نو دموکراسی کفر اسی عجیب چیزی که حالا کل مردم اینو پذیرفته، من ایسا اصلی پذیرفته شده این توحید همی است، توحید قاضیش همی است که ما باید کفر باید بوردیم. وترك الانتساب الى احد غير الله ورسوله. ومثلا انتساب بغير الله ورسوله چه میکنن میگذارن. بل هؤلاء الغرباء منتسبون الى الله بالعبوديه له وحده، فقد هنا منتسب الله عز وجل استن وبرسوله صلى الله عليه وسلم استن، وإنا كسائي استن القابضون على الجمر حقا، که بحق در حقیقت اینا کسایی استن که آتش‌ها را به دست خود گرفتند. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم است که در آینده حالت و شکلی میاد که تمسک به اسلام، التزام به اسلام و مساوی چیزی است که انسان به دست خود آتش‌ها را گرفته باشه، آتش‌ها را که دستش بسوزانه، اما را به دست خود گرفته. به این خاطر این دلالت به این میکنه که انسان امروز که متمسک به اسلام باشه، ما شما خودمون مشاهده میکنیم که حالت در چی حالتی است. تو بطانگ داره به اسلام آباد چی ما کل ما اینجا نشستیم، اما بهترین وامی است که بهترین انسان فعلا در پاکستان همی است که بهترین همون کسی بیرون گریه کنه، اما کار دست ما ساخته است، بسیار کار دست ما ساخته است. وقتی که الله جل ما رو مکلف به جهاد ساخته، بیمانه که ما رو مکلف به چیز ساخته که ما کار کرده میتونیم، ما الله رو مکلف میساخته کور از نیو برده اونجا ببر. بعضی کسا به این فکر است این اصلا خود یک چیز خطرناک که بعضی مسائل مطرح اجتماع میشه. اسلام که دین یسر و سادگی است و الله عز وجل کس ما رو به چیز مکلف ساخته که ما در توان ما هست، بلکه علمای حسنات بیستن که جاری که ما الله مکلف ساخته از این موضوعات توان داریم انسان ها، اما از رحمت و شفقت الله و مهربانی الله عز وجل است که ما رو به چیزای اندکی مکلف ساخته. اما گفتی مال بهترین انسان همون است، بهترین انسان که فقط به این مردم گریه کنه یا در مجالس مثلا از یادآوری شوه و احساس اندوه و حسرت و غم اینا کنه، بهترین انسان همی است، در حالی که مطلقا دست ما چیزی نمیرسه. و میبینه که مسلمان ها به شکل شدن که امروزی مادید فردا لگم مادید فردا لگم مادید فردا لگم مادید حالت به یک شکل گید. یه حالت چیز غربت اسلام است. در جای دیگه ابن قیم رحمه الله ما فقط مختصر اختیار میکنم، میگه که وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات. چگونه میگه مردمایی که متمسک به الله، چگونه میگه اینا مردم غربا نباشن؟ بخاطر که اینا دو 72 فرقه کسی اینا جدا شد، اینا فرقه متمسک به الله، در حالی که دیگه فرقه ها چی است؟ اتباع، که دیگه فرقه از خود پیروا دارن، ریاست دارن، مناصب دارن، ولایات دارن، ولا يقوم لها سوق الا بمخالفه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. و این مردم اهل اهواء و اهل بدعت اهل خواهشات اینا هستند، اینا جمله کسایی هستند که مطلقا اینا بازار برشان برپا نمیشه مگر با مخالفت با رسول صلی الله علیه و سلم. چرا؟ بخاطر که مخالفت با رسول صلی الله علیه و سلم هوا و نفس انسان میباشه که مخالفت با این میکنه. در حدیث دیگه از رسول صلی الله علیه و سلم است که ببین حدیث باز ان شاء الله چی میکنیم. از ابي ثعلبه الخشنی روایت میشه که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن هذه الآیه، که من از این آیه سوال کردم که ای الذین آمنوا کسانی که ایمان علیکم انفسکم الزموا انفسکم، به ایمان که شما نفسهای خود بگیرین، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما را ضرر نمیرسونه کسایی که گمراه شدن. من ضل اذا اهتدیتم، وقتی شما هدایت شدین و کسایی گمراه شدن، این گمراهی شما را مطلقا ضرر نمیرسونه. بعضی کسا دیگه تقسیم استنباط کرده بودن برداشت، بعضی کسا شاید الله بعضی کسا باشن و اینکه شما فقط من نفسای خود محکم بگیرین و قصیر مردم نباشین، مردم من کار نمیکنه. رسول الله هم چی میگه؟ فقال اساسا گفت بل ائتمروا بالمعروف، شما با معروف یکی دیگر عمل کنین و تنهوا عن المنکر، یکی دیگر از منکر نهی کنین، تا وقتی که حتی اذا رأیت شوحا مطاعا، وقتی که بخل دیدی، بخل که مورد اطاعت قرار میگیره، یعنی بخل که مطلقا مسلم بخل که میبینن که متجذر ریشه پیدا میکنه، مطلقا مثل که چیزی که میخوب شود در عمق یک نفر، عمق انسان، اعماق انسان ها، و هوا متبعا، و خواهشه که مورد پیروی قرار بگیره، و دنیا مؤثره، و دنیایی که مردم رو چی میته؟
او را فضیلت میدن، او را برتری میدن. و اعجاب کل ذی رأی برأیه، ممکنن هر ذی رأی، هر صاحب رأی را میبینن و مرای خود چی است، و مرای خود معجب است، یعنی به این معنی که مرای خود خوش داره، مطلقا از رأی خود پایین نمیشه. که قال او قال رسول میگه نه بس همین بسیار کسان مشاهده کرده باشیم، هر قدر که برات گفته شد میگه نه رأی ماست. قال او قال رسول گفته شد میگه نه صحیح است، قال او رسول میگه قبول دارم، بچه‌شون به سر گپا و ما اوضاع فی باید دیدم میگه باید کار کنیم. در تو حالت کس فعلیک بخاصة نفسك، در حالت کس تو باید متوجه نفس خود باید باشی. ودع عنك العوام، و مردم بگذار. فإن من ورائكم أيام الصبر، بدون شک بعد شما کس ایام صبر است، روزهای صبر است، روزهای که صبر میخواه. الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، و صبر میگذارد مثل دیت که انسان آتشپاره بر دست خود بگیره. للعامل فيه باید خوب متوجه باشین. للعامل فيهن أجر 50 رجل يعملون مثل عمله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه که کسی که در ایام غربت متمسک به اسلام میشه، اجر پاداشش کس مثل اجر پاداش 50 نفر است. 50 نفری که در روزای عادی متمسک به اسلام. تو این صحابه چه میگه؟ قلت یا رسول الله اجر 50 منهم، یعنی اجر پاداش 50 نفر از آنها. رسول الله چه میگه؟ لا، قال اجر 50 رجلا منكم، اجر پاداش 50 نفر از شما. یه دلالت به این میکنه که چرا به این خاطر که شما در میان ما زندگی میکنین، متمسک به سنت رسول صلی الله علیه و سلم هستین، شما فلان احساس غربت مطلقا نمیکنین. در حالی کسایی که بعد شما میاین نمر دیدن تمسک به غربت حالت را به خود میگیره که مردم با اینا مخالفت میکنن. پس اینا در حالت مثل حالت عادی که شما الله را عبادت میکنین، اجر 50 نفر شما رو چی میکنن؟ اینا میگیرن. در جای دیگه میگه ابن قیم رحمه الله فهو او میگه غریب است. در چی خود غریب است؟ غریب فی دینه لفساد ادیانهم، همه ادیانشان به فساد گراییده شده، در حالی که میگه در دین خود غریب است. غریب فی تمسکه بالسنه، غریب است که متمسک به سنت است، در حالی که مردم متمسک به بدعت هستند. غریب فی اعتقاده لفساد عقائدهم، مردم عقایدشان به فساد گراییده، در حالی که عقیدهش که عقیده صحیح و صاف است، اما غریب است. غریب فی صلاته لسوء صلاته، در حتی در نماز خواندن خودم غریب است، بخاطر که مردم کس در نماز خودم کس نماز برپا میکنن، در نمازشان فساد سری وشا مشاهده میکنیم، در واجبات، در مستحبات، در دیری که الله ذو المسمار توفیق بده. غریب فی طریقه، حتی در راهی که اختیار کردن میگه چی است؟ این غریب است، در حالی که مردم راه دیگری اختیار کردن. غریب فی نسبته، حتی در نسبت خدا مخالف هستند. اینی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله میکنن، نسبت به کسای دیگه میکنن. ببینید ما شما بزرگترین برادران کلان مشکل تنظیم‌های اسلامی گذاشتن و فعلا وجود در عالمی است. برادران ما شبه داشتیم من ایش نقاط منفی است، این وقتی که ما میگیم دلت بیان میکنه که ما اینا رو میشه بکوبه، لذا الحمدلله خیر زیاد است. ما ببینن که هر تنظیم کسی یک رهبر به خود انتخاب کرده، مثلا یک جماعت میبینه به خود یک رهبر انتخاب کرده، در مجالسشان که بشینی، در مجالس که نشسته شب روز امرشان بگذرانی، یک بار حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله گوش نمیشنی، فلانی گفت فلانی گفت. اگر پیش تبلیغا بشینی میگه زکریا قندیل بگو، اگر پیش خانه بشینی میگه حسن بن ناقف، اگر پیش تحریه بشینی میگه تقی‌الدین نبهانی گفت، اگر پیش همیشه که پیش سلفیان بشینی شیخ عبدالوهاب از این مطلقا نمیگذارن، بس شانم میشه. حالت به یک شکل با خود گرفته و هر کسی مطلقا یک عاشق یک رهبر شده، یک نفر مثلا یک کتاب را خوانده، بس مطلقا از امو استنباط برات میکنه، در حالی که برش میگه قال الله قال رسول صلی الله علیه و سلم. ما یک حدیث در ابو داود درباره قضیه عراق با بسیار مردمی را ما مطرح کردیم، حدیث رسول صلی الله علیه و سلم نپذیرفتند. صحیح حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که یک وقت که حدیث ابو داود از حدیث حسن با سند حسن روایت میشه که حدیث قابل احتجاج است. رسول صلی الله علیه و سلم میگه حدیث بر شما سابقا باز بکن تکرار میکنم که عراق بنو قندورا، بعضی مردم یک منطقه به نام عراق در بصره اینا داخل میشوند، در پیش نهر به نام دجله میشه، دریا به نام دجله، این منطقه مردم میگیرن، مردم که به سه گروه تقسیم میشن، بعضی مردم از اینا امان میخواین کافر میشن، بعضی مردم که به زراعت تجارت اشتغال پیدا میکنن، رسول الله میگه هلاک و هلاک شدن، بعضی مردم با اینا میجنگن، طفل زن خود پشت طرف نمیگذارن، اولئک ام الشهدا، اینا شهدا هستند. کل علمای شرح میکنن که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار در قضیه عراق نه، در مسئله عراق نیست که رسول الله یک معجزه رسول صلی الله علیه و سلم که بالای چنگیزیان
یا چی بالای فلان صلیبیات تطبیق شود. این حدیث عام است از دوستان که هر کشور که اشغال شه مردم سیاست به خود میگیره. خب این سه حالت با کسی بویی که رسول الله لفظ کفرو که کافر شدن نمیپذیره. نگی خود درست است، خب ما از فلانی عالم میدونیم، از فلانی عالم میدونیم. یا مثلا ما کلمه خب با یه حدیث چی میکنی؟ ما برادران مشکل به این است که ما به این باشیم که همی عظمت و قدر رسول صلی الله علیه و سلم نیست. این باید ما در قلب‌های برادران باید پیدا کنیم. پیدا به ایمان کنیم که ما تو حالت باید برسیم که با همه چیز ما مخالفت هم باشه رسول صلی الله علیه و سلم. ما رو مطلقاً به دیوار بزنیم، چی با باطل ضرورت نداره مطلقاً. ما خب نیست که ما جهنم به اجزا بخریم، به رهبرا بخریم. و احتمال رهبر مطلقاً ما رو به این مکلف بین کرده باشه که شما همیشه پیروی مثلا ما را کنید. اما کسایی که بعد از اونها میاین اونا مردم شوم باشن. مردم شوم باشن که به این مردم مثلا اکثر مثلا میاد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله یا می شیخ خواجه عبدالله شیخ رحمه الله تعالی کتابش ما شما چی میکنیم؟ ببینید این مردم علیزاده مردم چی جور کردن؟ مثل بت‌های که اینا چی میگن؟ مردم اینا چی جور کردن؟ اینا بت‌هاست که مردم پرستش میکنن. خب غریب فی معاشرتی، در معاشرت خود در تعامل خود با اینا غریب است. مردم یک نوع تعامل دارن، یک تعامل دیگه دارن. در بالجمله میگه خب بالجمله میست فهو غریب فی امور دنیا و آخرت. چی در امور دنیای خودم در امور آخرت خودم غریب است از مردم. لا یجد من العامه مساعدا ولا معینا. از مردم میگه نه مساعد پیدا میکنن نه کمک کننده پیدا میکنن. فهو عالم بین جهال، در بین جهال کسی عالم است. صاحب سنت بین اهل بدع، صاحب سنت در بین میان اهل بدعت است. و امر بالمعروف، ببین صفات سمیه است و معروف امر میکنه، ناهی عن المنکر و از منکر نهی میکنه. بین از قوم که المعروف لديهم منکر، معروف در نفسشان منکر است و المنکر معروف، منکر بهشان معروف است. در میان از قوم کل سرچپه، بعض مردم میفهمه که منکر معروف است، نه بس قوم کل چیز سرچپه است. و چیزی که تو امر میکنی مردم میگن تو امر میکنی این کار بد است و این کار نکن. بدون شما اشاره کردن کار بهترین انسان همی است، میگی بسیار صفات همی است که بسیار میگی خوب است که کار مردم غرض نداره. بهترین صفات فعلا در انسان همی است پیش عوام، پیش اکثر مردم همی است، میگی آدم که بسیار خوب است بخاطر اینکه مردم کار نداره. همی اکتفا میکنه الله عز وجل و اینکه یختصر شرح مختصر کرده ابن قیم رحمه الله و اینکه خودی شرح مختصر است. والله عز وجل ما شما پس ما به این باشیم برادران که اهل غربت به شکل می باشن. ما متوافقیم الله عز وجل ما شما از اهل غربا بگردانه که متمسک به قرآن و سنت شویم و در میدان دعوت کسی میشه. ببین رسول صلی الله علیه و سلم برادران با این فصاحت و بلاغت رسول صلی الله علیه و سلم که مؤید از طرف الله عز وجل به الله پشتیبانی میکرد، الله عز وجل دفاع میکرد. مردم با رسول صلی مخالفت کردن. بس ما شما کیا باشیم که ما مردم مخالفت نکنیم؟ ما باید مردم ما مخالفت کنیم. و این مخالفت کس باید صورت باید بگیره. صلی الله علیه و سلم.